سلام به همه، من اهورا هستم و خوش اومدین به چنلم. اینجا قراره کلی چیز باحال با هم تجربه کنیم. من عاشق گیم، تکنولوژی، آشپزی یا داستان سرایی ام و میخوام تو این چنل داستانایی باحال بگم، چیزایی باحال آموزش بدم، سرگرمتون کنم و خلاصه یه آدم کنجکاو و پرهیجانم که دوست دارم هر چیزی رو با هم کشف کنیم. پس اگه آماده اید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و بگید تو کامنت ها دوست دارید چی ببینید. من اینجام که بسازمش. بریم که با هم داشته باشیم داستان اردوان، نگهبان جوان. تو قلب کوههای ایران باستان، جایی که ستاره ها انگار آواز اهورامزدا رو میخونن، معبدی پنهان رازی رو نگه میداره. قرن هاست که هیچ کس جرأت نکرده باشو تو این معبد بذاره جز اردوان، نگهبان جوان. امشب داستانشو براتون میگم. داستانی از نفرین، خیانت و سایه‌ای که هنوز زنده است. معبد اهورا زمانی پناهگاه مقدس بود. کاهنان میگفتن این سنگ هدیه خدایانه، قدرتی داره که میتونه دنیا رو نجات بده یا حتی نابود کنه. اما یک شب یکی از کاهنان طمع کرد، خواست قدرت رو برای خودش بدزده. وقتی بهش دست زد، معبد شروع به لرزیدن کرد. سایه‌ای از سنگ بیرون اومد و همه چیز رو به تاریکی کشید. از اون شب معبد نفرین شد و نگهبان‌ها نسل به نسل قسم خوردن که از سنگ محافظت کنن. اما هیچ کس نمیدونست چه هیولایی تو سنگ زندانیه. اردوان، جوان ترین نگهبان، هر شب تو سکوت معبد قدم میزد. فکر میکرد نفرین فقط یک افسانه است. تا اینکه یک شب زیر نور ماه سنگ رو دید. درخششی قرمز، انگار قلب یه موجود زنده درونشه. وقتی بهش دست زد، صدایی تو سرش پیچید: منو آزاد کن یا نابودت میکنم. اردوان ترسید اما نمیتونه سنگ رو ول کنه. هر شب سایه ها نزدیکتر و نزدیکتر می شدن، صدای زمزمه ها بلندتر. معبد انگار زنده بود و اردوان تنها. اردوان فهمید باید سنگ رو نابود کنه. تو کتاب های قدیمی معبد نوشته بود فقط قلب پاک میتونه نفرین رو بشکنه. تو آخرین شب با شمشیرش به سنگ ضربه زد، اما به جای شکستن نور قرمز معبد رو پر کرد. سایه عظیم از سنگ بیرون اومد و گفت: تو منو آزاد کردی، حالا نوبت منه. معبد هنوز تو کوهاست، پنهان و ساکت. میگن صدای اردوان هنوز تو باد میپیچه، انگار داره فریاد میزنه. شما چی فکر میکنید؟ نفرین چطور شکسته میشه؟ تو کامنت ها برامون بنویسید.
شمشیر اردوان سنگ را شکافت، اما به جای نابودی حقیقت را آزاد کرد. سایه جلوی اردوان وایستاد و گفت من خود تویی نفرین، خود تویی، همیشه تو وجودت بود اردوان. بدون اینکه بدونی ادامه همون خائن بودی که میخواست قدرت روح اهریمن داشته باشه. نسل به نسل تو نگهبان ها زنده موند و حالا تو اردوان داخل تو بیدار شده بود. معبد ساکت شد. اردوان به سایه نگاه کرد. چیزی نداشت بگه. لبخند زد و رو به سایه گفت من میدونم باطل شدن این نفرین نیاز به قلب پاک داره. من اون قلب پاکم. شمشیر رو در قلب خودش فرو کرد. معبد اهورا هنوز تو کوه هاست، منتظر نگهبان بعدی. فکر میکنید اردوان چی شد؟ نفرین رو شکست یا خودش نفرین شد؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. اگه از این داستان عجیب خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید. من قرار شما رو به دنیای رازها ببرم. هفته بعد یه داستان جدید داریم. تا اون موقع مراقب سایه‌هاتون باشید. خدا نگهدار.